خانم تو رابطه ای؟ بله. دوست پسرتون شغلشون چیه؟ با موتور کار میکنه. آخه خب یه چالشی داریم. مثلا من دوست پسر یه جا گیر کردم 20 میلیون برام واریز کن. این کارو میکنه، موتورش هم میفروشه میده. سلام عشقم، خوبی؟ فداتم. خب من یه جا گیر کردم، داری 20 تومن برام کارت به کارت کنی؟ 20 تومن؟ آره باشه، یه دونه گوشی 14 مکس کش رفتم اونو میفروشم میزنم برات. یعنی چی؟ من با موتور گوشی میزنم دیگه. وا شوخی میکنی؟ نه چی شوخی میکنی، من یه دکترم درآمدم بیشتره. نه خب اون 14 برو مکس رو بیار بده به خودم، گوشیم شکسته. شب بیا دنبالم با هم صحبت میکنیم. قربونت بشم، کاری نداری؟ مثل اینکه دوزا بیشتر از دخترشون خرج میکنن.